ساختمان‌های پیش ساخته بتونی در ایران. این بار به چین نرفتیم. آقای مهندس خودش رفته به کشور چین و فرایند ساخت این ساختمان‌ها رو یاد گرفته و آورده در استان قزوین، در شهر صنعتی حکیمیه، در شهر سگزآباد اینجا بنا کرده و ادامه کار رو از آقای مهندس میپرسیم. آقای مهندس وقت شما بخیر، خسته نباشید. توضیحاتی در مورد این شرکت خوبتون بدید. تشکر میکنیم و خدا قوت هم به شما میگیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. ما این ساختمان سازی رو به روش PPVC، یعنی ساختمان‌های پیش ساخته بتونی، درست است، اولین بار که در کل دنیا معروف بود ما آوردیم تو ایران، تولید کردیم، دستگاهشون رو خودمون ساختیم و یه سازه کاملا 5 وجهی ضد زلزله و آیک که نه به رنگ، نه به گچ نیاز داره، نه به ایزوگام نیاز داره. همه این آماده در کارخانه تولید میشه و به مشتری تحویل داده میشه. در سریع‌ترین روزی ما 100 متر مربع تولید میکنیم. درست است. بعد ماهانه میتونیم الان با یه دستگاه 1000 متر مربع تولید کنیم. دستگاه هم که زیاد کنیم تعداد دستگاه هم متر سقف تولیدمون رو میبریم بالا ان شاءالله. ما صدای شما رو به گوش همه مسئولین و مردم، بعد کار شما رو به مردم عزیز نشون میدیم. نگاه کنید کابل کشیامون، هم آنتن، هم برق، هم ارد، همه اینا داخل سازه. سیم کشی‌ها آماده، یعنی تاسیسات روی سازه همیشه هست. بله. یعنی اول نقشه شما میدی، ما فقط اجرا میکنیم. آقای مهندس یک روزی که بخوای اینو انتقال بدی، من میبینم پایه ها اینجا هستش که علامت گذاری میشه که اینجا میتونید دوباره بردارید و انتقال بدین ساختمون رو. این بزرگترین مزیتی که این قابل نقل انتقاله. تمام کانکشن هایی که بخوایم برداریم به صورت کانتینریه. شما امروز اگر این سازه رو بردی، بعداً اگر نخواستی جابجا میخوای بکنی، شرکت ما میاد راحت برمی‌داره، حتی ازت میخره. بله موفق باشین ان شاءالله که از طرف دولت هم حمایت بشین. البته گرچه میدونم خود حمایت پیش شما شرمنده است و سرش رو پایی می‌ندازه. نظر لطف دولت. ان شاءالله موفق. ببین ما دست شما رو میبوسیم. شما عزیز، دست شما کارآفرینان رو میبوسیم. ان شاءالله که موفق باشید. قربان شما. ممنون، مرسی. شما موفق باشید. در آوردن مارجور از شاسی که بره برای بوتون‌ریزی. بله این فنداسیون پایه است با تاسیسات لوله فاضلاب. اینم فنداسیون اگه کسی بخواد فنداسیون هم تغییر میشه برای همین ساختمون ها. اینجا قالب بتون ریزیه که اولین بار تو ایران اولین بار در ایران تولید و ساخته میشه. خودمون ساختیم. همش طراحی صفر تا 100 و هیدرولیک میشه. همش توسط بچهای خودمون ساخته شده. موفق باشید. آقا مهندس قالبا باز و بسته میشه؟ قالب ما اولین بار ایران که تولید کردیم، اینو تمام دراش با درای بزرگ کوچیک همه بازبسته میشه و هستمون هم از 8 نقطه شکسته میشه تا سازه به صورت کاملا شاغل در بیاد. الان نمونهشو نگاه کنید. مثلا درای الان مثلا درای مثلا کوچیک بسته میشه یا مثلا درای بزرگ. الان مثلا هستا مثلا الان میخوایم درای بزرگ مثلا بشکنیم. درای بشکنیم. مثلا الان درای بزرگ ببین شکسته شد هسته. الان مثلا درای کوچیک همون جلوی رو نگاه کنید. بعد الان نوبت کنجا همه رو شکست. الان برعکس اون دوباره کنجو دوباره بزنی. الان دوباره اگه بخوای مثلا چیز کنی کنجا از 4 نقطه شکسته میشه. درست. حدود 5 سانتی متر داخل تا سازه وقتی بتون میشه راحت بیاد بیرون. بعد آقای مهندس خودشون اینا رو طراحی کردن برای اولین بار در ایران. الان اینا باز یکی میاد بالا. درای کوچیکمون میاد بالا. بعد الان درای بزرگمون میاد بالا. حالا داخل بذارید. همون رو میبافیم اینجا اجراش با هر نقشه‌ای که بدم میبافید و اجرا. اینم شابلون میلگرد سازه که میخواد بره داخل قالب برای بوتون ریزی و بخار.
یک هفته بخار میدین؟ نه 4 ساعت. ما روزی یه دونه ما ساختمان تولید میکنیم. 4 ساعت بخار روزی یه دونه. ماهانه 1000 متر مربع تولید ساختمان داریم. ان بخار اینجا که اتوکلاوشه. بخاری مونه. دستگاه بخار مونه. دستگاه دو پوینتیه. آهن خیلی روش چیزی کم هست. یه برقشو میذاری بالا. بعد کار بخارمون رو انجام بده. با سرعت 220 درجه فشارش به 6 بارسی خودش انجام. بله قالب با بخار این دستگاه در از 6 ساعت 4 ساعت یه مقاومت 12 روزه که مثلا با آب اینا آب میدن داره. بله روی شاسی سوار شد. موفق باش. بله که بعد از بتونیزی چادر کشیده میشه روی سر سازه و بخارایی که میبینی از طریق دستگاه اتوکلاو تولید میشه. مارک لگو هوم هم که روی جر ثقیل میبینیم. این قسمت مهندس مواد اولیه بتون 450 عیار، خب یک شن نخودیه و ماسه دوبار شور و سیمان تیپ 2 با یه بچینگ فوق العاده عالی و تمام اتومات. عالی، موفق باش. اینم یه نمونه کامل برای فروش که واسه مشتری‌ها آماده کردیم. یکی از محصولات ساخته شده کارخانه لگو هومه که دوبلکس هست، 160 متر مربع است. ظرف 2 روز اینجا رو ساختیم. ظرف یه روز نصب شده و 4 روز هم تولید و کامل انجام شده. خیلی عالی. خیلی هم خوبه. واقعی تره که همیشه چای آب می‌کنه. دست شما در.